عجیب ترین پدر دنیا، پدری که دوست داره یه دختر بچه‌ای باشه که با اسباب بازیاش بازی میکنه. ایشون یه مکانیک 46 ساله کاناداییه که 23 سال بعد از ازدواجش با داشتن 7 تا بچه تصمیم میگیره که یه دختر بچه باشه و دیگه مرد بزرگسال نباشه. این آقا همسر و بچه‌هاشو ول کرده و گفته که میخواد به عنوان یه دختر بچه 6 ساله به زندگیش ادامه بده. به خاطر همین خانواده‌اش دیگه نتونستن قبولش بکنن و این آقا از خونه میزنه بیرون و یه مدت بی خانمان میشه تا اینکه یه زن و شوهر به فرزندی قبولش میکنن و ایشون به زندگیش در کنار این زن و شوهر ادامه میده و تو روز عروسی دخترش هم تصمیم میگیره که به زندگیش پایان بده، چرا که دخترش ازش خواسته بوده که فقط و فقط توی روز عروسیش لباس مردونه بپوشه. این آقا الان 52 سالشه و هنوزم که هنوزه داره با قدرت به عروسک بازی ادامه میده.